من هیچ پلانی برای ساختن فیلم نداشتم. چند سالی 2-3 سال منتظر مجوز بودم از دولت ایران که فیلم دیگه رو فیلم برداری بکنم و دچار یه جور دپرشن شدم و افتادم خونه و دوستام اومدن سراغم. دیدم منی که مشهور بودم به یک آدم اکتیو و پر انرژی، دیدن چاق شده بودم و افسرده و یکی از دوستان بهم گفت که بلند شو، هنر حالا اگه نتونستی فیلم بسازی تو باید یه کار دیگه بکنی، برو دنبال موزیک که دوست داشتی موزیک تو بخونی، دولت میخواد که تو اینجوری از پا بیفتی. و دوستم به من گفت که بلند شو بریم استودیوهای زیرزمینی و با اون رفتم و اولین بار بود که این بچه‌ها رو میدیدم. شروع کردم به ضبط موزیکم عین صحنه اول فیلمم و وقتی که تراک اولم تموم شد یه ایده گرفتم، دیدم که این بچه‌ها چجوری میتونن بدون مجوز بدون پول موزیک بزنم و چرا من نمیتونم، و رفتم ایده اینو گرفتم که بر اساس موزیک زیرزمینی یه فیلم زیرزمینی بسازم و 2 هفته وقت گرفت. من تعدادی از این بندها رو دیدم و بعد 2 هفته می‌خواستم شوت کنم، فیلم برداری شروع کنم. برخوردم به 2 بازیگر اصلیم، اشکان و نگار، که اونا یه داستان خوششون به من گفتن. دیدم خیلی داستان خوبیه و موضوع فیلممو بر اساس داستان اونا کردم و اونا به من گفتن ولی ما نمیتونیم بازی کنیم چون 20 روز دیگه میریم. بهشون گفتم 1-2 روز من داستان رو کاملتر میکنم و یک 20 صفحه‌ای بر اساس اونا نوشتم و 18 روزه فیلم ساخته شد. روزی که فیلم تموم شد 5 ساعت بعد اونا پرواز کردن و رفتن. من عوامل فیلم خودمون شوک شدیم اینا رو دیدیم. ما که تو ایران زندگی می‌کنیم اینا رو ندیده بودیم، به دلیل اینکه دولت ایران اینقدر سانسور گذاشته، اینقدر اینا رو توی خفقان و شرایط سخت گذاشته که حتی من فیلمساز جستجوگرم نمیتونستم اینا رو ببینم. به هر حال 30 سال تو دولت ایران، 31 سال حدوداً میشه ما تا الان فیلم در مورد موزیک نتونستیم در مورد این بچه‌ها بسازیم، چون هم به خاطر این سانسور هم به خاطر وحشتی که ما از سیستم وزارت ارشاد و دولت ایران داشتیم. به یه جایی به خودم گفتم یا مثل فیلم‌های قبلی باید خودمو تکرار کنم یا اینکه نه بهمن تو میدونی این فیلمو اگه بسازی دیگه نمیتونی برگردی ایران. و دیدم اینقدر ارزش اینو داره که ما این بخش نادیدنی ایران رو نشون بدم و حتی ایرادی نداره بذار تو غربت هم زندگی بکنم. وقتی که انقلاب شد اکثر مراکز تفریحی و رفاهی و مال جوونا بسته شد، مثل بار، مثل کلاب ها، مثل دیسکو ها، مثل یعنی جوون امروز ایران چیزی نداره که بتونه خودش رو توش تخلیه کنه. جوون باید فریاد بزنه، باید اعتراض بکنه. این فرصت ها هم حتی دولت ایران به اینا نمیده. همه چیز تحت کنترله و چند تا چیز مونده. معمولا تو ایران ماده مخدر آسون ترین چیزی که جوان‌ها رو نسلشون فلج کنن. یه دم هستن که کار هنری میکنن و ساز دستشون میگیرن و به اینها اجازه نمیدن ولی وقتی که تو زیرزمین ها میزنن ساز میشه یک اسلحه، یه جوری داد میزنن. حتی شعراشون اگه نگاه کنیم یه جور فریادهای اجتماعی خودشون دارن سر میزنن. وسط فیلم برداری فهمیدم ما بیش از 3000 بند داریم تو ایران و دیدم اصلا اینو چرا دیده نمیشن و به این دلیل توی فیلمم اگه نگاه کنید نزدیک 42 دقیقه موزیک گذاشتم از 10 تا بندهای مختلف ایران به دلیل اینکه فکر کردم دیگه نمیتونم برگردم و پس سعی کردم یه فیلم کاملا موزیکال بسازم. همه لوکیشن ها و همه آدم های فیلم واقعی هستند. از منی که تو اول فیلم بازی میکنم تا آدم آخرین سیاه لشکری که میبینی واقعی هستن. نه یه لباس عوض کردم، نه یه لیوان برداشتم از تو صحنه، نه یه لیوان اضافه کردم، هیچی. و همه بندهای موزیک، همه آدمایی که می‌بینی آدم نیاوردیم که موزیک بزنه، یعنی رفتیم سراغ اون آدم‌ها و داستان‌های خود اون آدم‌ها، اتفاقاتی که بر خودشون افتاده. مثلا اگه میریم پیش فلان گروه که بالا پشتمون منتظرن تا همسایه‌شون بره چون نکنه شکایت کنه از پلیس، این داستان خودشون دادن. یعنی ما داستان به اونها ندادیم، داستان اونها خودشون گفتن خاطراتشونو و بر اساس خاطرات اونها اون صحنه رو نوشتیم. و این بچه‌ها چون بازیگر نبودن دیگه، بر اساس یک واقعیتی تو میخوای فیلم بسازی، پس من خیلی نمیتونستم دخل و تصرف کنم، فقط میتونستم یه ذره کنترل کنم فیلممو
وگرنه دوربینم دیجیتال استفاده کردم به خاطر که رها باشم، آزاد باشم تا اونها آزادانه توی فیلمم بازی کنن که اون فضای داکیومنتری در بیاد. خیلی بیشتر از این حرفا، یعنی ولی نمیخواستم این مشکلات و مصائب رو به تماشاچی بیچاره که میاد پولم ازش میگیری که بیاد توی سالن و چراغارم خاموش میکنی، به زور بهش تحمیل میکنی. عملا من نمیتونم مهمونم رو آزار بدم. به این دلیل یه عالمه طنز و کمدی و این چیزا رو خواستم تحویلش بدم و با آرامش در مورد مصائب و مشکلات موزیک حرف بزنم، وگرنه وحشتناکتر از هر چیزی هست که آدم بشه در موردش حرف بزنه.